کوکمون دو سل ره هست. سیم اول برابر با سی انگلیسی در تیونر کوک شده. در این قطعه سی بمول و می کرون داریم. انگشت اول روی سل هست، میگیم سل لا لا سی لا سل دو سی لا سی لا. حالا لا کرون میشه سل لا سل راست راست چپ فا سل فا می فا میره راست راست چپ بودن، میره آخر راست راست. دوباره لا به کار میشه سل لا 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 سی لا سل لا کرون لاس فا سل فا لا سل لا کرونه راست چپ تکریز فا سل فا راست چپ تکریز فا لا سل لا فا سل فا می فا می. انگشت دوم میاد روی لا کرون، سیم ظرف فا رو میاریم لا سل فا سل لا سل سی لا سل فا سل راست چپ راست چپ راست چپ راست چپ راست چپ راست. دوم میاد رو فا فا می فا سل فاس فاس میس میس رف رف نوف نوف ره. بعدش کندش کنیم و روی ره هم میمونیم.